300-400 هزار تومن پول پیتزا میدی؟ چطوری دلت میاد؟ وقتی میتونی تو خونه این نون پیتزایای خوشمزه رو بدون فر و بدون استراحت درست کنی. ذخیره کن که داشته باشی. برای درست کردنش تخم مرغ، آب، شکر، نمک، خمیر مایه و یک کم روغن رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. حالا آردو کم کم الک میکنیم و به موادمون اضافه میکنیم تا یک خمیر به این غلظت که میبینید به دست بیاد. اگه وقت داشتی یه کوچولو استراحت بده، وقت نداشتی اشکال نداره. ادویه ها رو اضافه کن، هر موادی که دوست داشتی بریزید. بچه من گوجه فرنگی، سوسیس و فلفل دلمه ریختم و بعد پنیر پیتزا با همدیگه ترکیب میکنیم. حالا داخل یه تابه کوچیک یک قاشق روغن بریز و یک ملاقه از مواد رو بریز. وقتی به این صورت که میبینید حباب زد برگردون. خیلی خوشمزه است، حتما درست کنید. Likey